میتونی با پولی که میخوای یه شب بدی به آرایشگاه، بری برای خودت لوازم آرایشی که دوست داری رو بخری و خودتو میکاپ کنی. اینم ایده خوبیه. بریم این آرایشی که مناسب نامزدیه بهتون آموزش بدم. رفتم به خاطرش چند تا از محصولات جدید شیگلمم خریدم که حالا تو ویدیو ازش استفاده میکنم. اول پرایمر. این پرایمر شیگلم کنترل چربی میکنه و آرایشتو موندگار میکنه. با این ژل ابروی توی شیگلم ابروامو لیف میکنم. این کرم پودر محبوب منه. فوق العاده است. کاورشو ببین. با بلندر نمدارم پخشش میکنم. خیلی خوشگل رو پوست میخوابه. کانتور. دو طرف تیغه بینی، زیر بینی، زیر استخون گونه، زیر استخون فک، سر جای خودشون بلندشون میکنیم. این کانتور استیکی شیگلم معرکه است. محصول جدیدی که خریدم تینت ژله‌ای. چقدر کیوته. آدم دلش میخواد گازش بگیره. راحتم بلند میشه. خیلی رنگش نازه. بر لبم میشه استفاده کرد. خیلی خوش رنگه. چه موندگاری داره. کانسیلرم شیگلم کامپلکشن بوسته. فقط اگر دور چشم خیلی خشکی دارید حتما به دور چشمتون آبرسان بزنید. پودر فیکس صورتی شیگلم. طبقه بالاش برای زیر چشمه، طبقه پایینش برای کل صورت. این پافاش حرف نداره. نگاه کن. پوست زیر چشممو کرد مثل فیلتر. به پشت پلکم یکم پودر فیکس میزنم. این پلسای شیگلم رنگای معرکه‌ای داره. از این رنگ میزنم روی کریس پلکم. با براش خود پلسایه از این رنگ میزنم این گوشه پلکم و خوب بلندش میکنم. بعدش از این رنگ صورتی با انگشت میزنم این وسط پلکم. برای جلوی چشمم هم از این یکی صورتیش استفاده میکنم و میزنم این جلوی پلکم. میریم سراغ خط چشم. این خط چشم دو سر شیگلم، یه سرش اینطوری استامپیه و یه سرش این شکلیه. طرفش برای خط چشم روزانه خوبه، ولی من میخوام یه خط چشم کشیده بکشم. هم خیلی ماته، هم خیلی هم موندگار. لبه خط چشم مشکی رو با سایه مشکی یکم فیدش میکنم. اینطوری من یه خط چشم محو خیلی خوشگل دارم. ریمل دو سر این سمتش حجم میده و ضد آبم هست. خودتون مقایسه کنید. موجه که نمیشه نذارم. اول جلوشو فیکس میکنم و بعد هم انتهاشو. محصول بعدی که خریدم واسه ابروه. چه خطوط ظریفی میکشه. چقدر موندگاره. اینجوری اینطوری هاشور میکشی باهاش. اینجای من خالی بود دیدین؟ هاشور کشی. به همین راحتی. سایه قهوه‌ای استفاده میکنم و این گوشه چشمم سایه قهوه‌ای میزنم. از این سایه صورتی برمیدارم و این شکلی زیر چشمم رو یه خط میندازم. ریمل مجای پایین، رژبینه پودری. از ترکیب این دوتا رنگ استفاده میکنم. این خط لب صاف چای شیگلم خوراک این آرایشه. لیپ پلامپر شیمردار شیگلم. اینجوری دکمه‌ایه. وای چقدر خوشگله. رنگ پینک فلامینگو. هایلایترم این هایلایتر فضایی شیگلمو میزنم و اسپری فیکس. چطور شد؟ دوستش داشتین؟ اینم یه میکاپ مناسب نامزدی. همه این محصولاتو گالری لیلیوم موجود دارن. میتونی ازشون به صورت اصل و اورجینال تهیه بکنی.